Цавор ғола куен аз цавор тараф ривзенат нили зор осмон та аз тир вевтора хопетавж кенора веварданҷув. صفا برای اولین بار به زبان مادری خود یک رمان میخواند، به زبان شوغنی که از گروه زبان‌های помирӣ است. گرچند که در گذشته دور و نزدیک بسیار کتاب‌های نظم با این زبان‌ها انتشار شده بودند، لیکن این کتاب زندگی از نو تصویر اولین کتاب که نصر است. اولین کتابی است که با یکی از زبان‌های گروه‌های забонҳои мардуми тоҷикони қадим забони шуғнӣ рӯшонӣ мунташир шудааст. زندگی از نو تصویر یا اگر زندگی دوباره شروع شود که دوستانی اشقیست و به قلم خدابخش تعلق دارد، به عنوان نخستین کتابی بادеӣ با زبان‌های помирӣ تحول چشمگیر در رشد این گروه زبان‌ها دانسته می شود. در گذشته با زبان‌های شوغنӣ рӯшонӣ بسیار مواد او مثلا کتاب دسترس نبود. این کتاب وقتی که از چاپ برآمد بسیار دوستان من از دیگر کشورهای عالم زنگ زده و گفتن که چه خیلی همین کتاب رو دسترس میکنن، الکترونی وجود دارد یا نه. همین کتاب یک رویداد نو بود. نویسنده کتاب یک جوان اقتصاددان است، اما بنا به دلایل رو به داستان نویسی آورده است. در پی بعضی فکر و احساس وطندوستداری به خلاصه رسیدم که زبان‌های بدخشانی در حال نیست‌شوی قرار دارد. وقتی زبان گم می شود، خطری از بین رفتن یک فرهنگ و حتی مردم به میان می آید. میان خواننده های کتاب نفرانی هستند که الفبای برای کتاب انتخاب شده را نامناسب و بسیار سخت می دانند و باوری آنها این الفبا برای کودکان نامفهوم و حروفچینی آن دشوار است. در زبان‌های помирӣ آوازهایی هستند که خط سیریلیک آن را ifade نمی‌کند. مؤلف میگوید با توصیه پژوهشگران به جای آنها از حرف‌های لاتینی استفاده کرده است. در گذشته هم کتاب‌های با زبان شوغنی چاپ شدند، اما همه آنها کتاب شعر یا افسانه بودند. اثرهای نظمی بسیار است، لیکن متاسفانه اثرهای نثری کم هستند. فکر می‌کنم که این در از خود نویسنده‌ها وابستگی دارد، چون که تمایل و میل بسیار کم است. میل بسیارتر به شعر است و به شاعری است، چون که اونا رو سروده کرده می شود، سرودخانه اونا رو می خوانند، اونا دسترس عموم آسانتر می شوند. بیشتر کارشناسان در این مورد اتفاق نظر دارند که انتشار این گونه آثار برای حفظ زبان‌های در معرض خطر کمک می کند. به فکر من این شفق بسیار میکند به زبان شوغنی، بسیارتر آدم بسیارتر میفهمد، چون که امروز ما بسیارتر اینجا ما بین تاجیک روسی بسیارتر روسی تاجیکی گپ میزنیم، شوغنی را چه میکنیم فراموش میکنیم. این کتاب ها برای که زبان شوغنی گم نشد، این کتاب ها خیلی فایده میکنند. دانندگان زبان شوغنی امیدوارند که این تنها کتابی منصور به این زبان نخواهد بود. خدابخشف از همین حالا نوشتن دومین داستان منصور خود را آغاز کرده است. یونسکو یا بنیاد جهانی آموزشی و علمی و فرهنگی سازمان ملل 10 زبان را در تاجیکستان به فهرست زبان‌های در حال نابودی قرار داده است و یکی از آنها زبان شوغنی است. در مجموع در بدخشان حدوداً 100,000 نفر با این زبان صحبت می‌کنند. زندگی از نو تصویر داستان عشق سه جوان است، به اصطلاح یک عشق سه گوشه که پایان خوشی دارد. عنوان کتاب برگرفته از یک ترانه شاعر و سراینده معروف لیدوش حبیب است که در آوان شوروی و بعد از آن یکی از مبلغان زبان‌های помирӣ بوده است. زندگی از نو تصویر دویم جان عرف گوشه Stolčatom foggia qalandar Tonetom tona verujan